السلام علیکم بینندگان عزیز، در نوار برنامه نوبتی مناسبت و البته من در اینجا به سبب اتریبوتی که رمزی حزب خلق دموکراتی رو نگرفتم، چون که مهمان امروزی استودیو ما محض نمایندگان حزب خلق دموکراتی ناحیه بیسا میروند و بینندگان عزیز صحبت ما در اطراف بسیار موضوعات صورت میگیرد و همصحبت امروزی ما کاتب کنگش ناحیوی حزب خلق دموکراتی ناحیه و حجام بهرامov و دپوتات همین حزب در ناحیه‌مان که امروز بسیار کارها را به عهده خود گرفتند و در راه جانبداری خلق و عموما ساحه خارجی کشور فعالیت برند، برهان جان حیدروی باشند و شما را به استودیو خوش آمدید میگویم. من اکوی و حجام میدونیم که شما یک چند سال اینجا به عهده خود همین رهبریت کاتبیت ناحیوی حزب خلق دموکراتی را بر عهده دارید و امروز تا به امروز یک چند دپوتات ها از همین حزب خلق دموکراتی دپوتات شده و در راه خدمت کردن به خلق فعالیت برند. عموما همچون رهبر حزب شما فعالیت امروزی دپوتات را چگونه بها میدهید؟ السلام علیکم تماشاچیان عزیز. من امروز در ناحیه سوخ ما 12 نفر دپوتات از پارتی خلق دموکراتی فعالیت میبرند. اساسا فعالیت اینها برای پیشرو حیات امروزه حسابی خوشانه گذرانده شده تا قدر امکان حرکت کرده برای پیشروی حیات امروزی سوخ حسابگذاری کرده شده. من اکوی و حجام میدونم که در قسم یکم استراتژی حرکت خونی است با فعالیت دپوتات ها بسیار دقت اعتباری کالوده شده است و در بسیار جامعات های سلکتوری خود پرزیدنت برای براشتن رول دپوتات ها در جمعیت بسیار سخن ها میگویند و البته از نقطه نظر تنقیدی نگاه میکنند. امروز از فعالیت دپوتات ها شما قناعتمند هستید در ناحیه؟ البته رحمت عمر جان، تا امروز من 12 نفر دپوتات های ما در سیسیه ها، در مجلس ها، در سلکتور ها حاضر وقت اشتراک کرده نمیتونن، موقع خودشون نمیدونن دپوتات ها در جمعیت. یعنی شما گفتید که در راه حمایت کردن منافع خلق ها فعالیتشون به نظر نمیرسد؟ نمیرسد. البته برای باز هم خوبتر کردن فعالیت ما باید چیکار کنیم امروز؟ من سیلاب از نو گذرانده شده، میگذاشته سیلاب من مناسب نامزد های سریعش بودگی، دانشش بودگی، حرمت خلقنده بودگی، بودگی انسان های خلق که خودشون انتخاب کردنشون در کار. تا این وقت حالا یک روزگی وایش پوشیده گره همه دستگیری میکردن، لیکن حاضر اکن زمان دیگر حیات دیگر شد. برای همه امکان قدر اکن در محله، در حالانگی قشلاق ها آدم های دانا، ذکاوتناک، عقل فراستناک، همین صاحب منویت بلند بودگی آدمان را باید انتخاب کردنشون لازم. مالک و حجان در طریق رسانه های اخبار عموم و وسایل اخبار عموم درباره همین معرکه انتخابات سال 2019 که ماه دکتر شده میگذرد دایر به انتخابات دپوتات ها بسیار فکرهای تنقیدی بیان میگردند. برای باز همین تنقیدها دوچار نآمدن ما باید کدام کارها را اجرا کنیم؟ برای بالاندازی سویه دانش سیاسی و حقوق دپوتاتان کدام کارها را کنیم؟ آنها به چی باید اعتبار دهند؟ امروز من از طرف پرزیدنت ما از طرف وزیر محکمه ها برای دپوتات ها امکانات ها بسیار داده شده. من تا امروز حاکم ناحیه رئیس کنگش میشد. من حاضر رئیس کنگش هم از حساب پارتی ها اکن تصدیق میشه، تعیین میشه. این یکمش. دیمش رول اکن دپوتات ها در جمعیت بلند شد. این جمعیت چشمش البته دپوتات برای همه ماهای محله، ماهای شهر، رایون ها، ماهای خانه ها را ماهای همین هر یک خانه دونه باید دپوتات ها پیش چشم نظر خود گذرونن. برای همین هم دپوتات در جمعیت در حالت محله موقع خودش باید دونه. دپوتات بیهوده نماینده خلق خدمتگار خلق نمیگن. البته رحمت اکوی و حجام، من اکوی برهان جان میدونیم که شما همچون دپوتاتی کنگش دپوتات خلق ناحیه از حزب خلق دموکراتی ناحیه به حساب میروید و عموما در ناحیه یکی از نمایندگان به حساب میروید که در راه تامین اهالی با کرایه امتیازنامه بسیار فعالیت برید. در ساحه خارجی قشلاق یک سکتور رهبری میکنید. عموما درباره همین فعالیت خودتون کمتر به بینندگان نقل میکردید. حاضر از طرف پرزیدنت ما فرمانهای برآمدگی برای نیک اهالی خلق سوخمان برای فراوانی زندگی خودشون کریدیت امتیازنامه داده است. 3 سال مدت به 8% برای همین اساس ما تامینات کارخانه ها در جریان ما 8 تامینات کارخانه هستیم. یکی از آنها با تشکیلات ما سوخت من تا برای خدمت کرساتش امتیاز مسئله چکلنگان جمعیتش. اساس کارگرای ما حاضر کارهای کارسازگان اساس با اهالی سوخت هم محصولات خارجی قشقداغ به میرسانده چیزهای ما تامین میکنیم. حاضر من مثال همیشه به روز به قریب 10,000 زایدتر گوسفند داد خلق سوخت ما یک 860 میلیون سومونه اینگه
پرنیک گرمخانه گرمخانه ها ساخته دادیم. ما اگر هم میدونیم که خود شما در هم کارگاه هاتون گرمخانه ساخته میتید با البته گرمخانه ما ساخته میتیم هم کریتشون سجاد چه کاره با ما میگذرونن ما گرمخانه ساخته میتیم تامیناتش. من تو بیرو چند میلیارد سوم شما کردیت دادید با اهالی رسانده انا همین 6 ماه همین اولا ما برای اهالی 3 میلیارد 250 میلیون سوم کریتشون خدمت رسوند. این اساس خود شما کارخانه‌تون اساس کارخانه فقط اساس کارخانه یک تا ما با غیر از ما باز هم 8 تا نیخت کارخانه هم 1 میلیارد 2 میلیارد تا 3 میلیارد هم خدمت رسوندیم. برای همه من میگم که همین از امتیازهای حاضره از همه قرار فرمانهای پرزیدنت ما حاضره خلق سوخ ما بهرامش در سختتر حرکت کرده هم وقت حاضر کریت میتونه کریتشون گرفته برای نیک حال خودشون برای فرزنداشون برای سوخ هم و آیندهش با آخر میوه های مثال ناز در زمستان صفات تازه تامین کردن مثلا اره افرانه به آوردن میوه های دیسید برای هم وقت باغ‌های نو سازن برپا پردوده میشه چهارراه‌های نو گران مول‌های نسلدار همش پردازیم برای هم من طرفدار همون خلقمو بیشتر چهارم بالا بسیار کنن گوشت ما ارزان شود زندگی ما حیات فراوان ما نقش شود شیر گوشت محصولات خوجه قشلاق سیراب شود خلق ما آباد میشه. رحمت کبیر هونجا من امروز از جانب خود پرزیدنت ما فعالیت امروز دیپوتات ها عموما به یک زیر توزیع تنقیح گرفته شد یعنی که دیپوتات نماینده خلق نه بلکه امروز چون پرزیدنت میگن اداره دولتی باید به خلق خدمت کنه نه خلق به اداره دولتی. با فکر شما دیپوتات چقدر باید انسان باشد من چگونه طلب‌های باید با پیش خودش گذارد که به همون معنای توماش نماینده خلق سزا باشد. گفتتون تو البته اون تنقیدهایی که از طرف حکومت و از طرف رهبریت ریسپوبلیکا ما ساز با دیپوتات ها البته تو گفتم ما طرفدار میشیم ما هم همچون دیپوتات من حاضر با سوال شما یکم همین که دیپوتات اون کس شود که با فکر خودم با فکر شخصی خودم اون آدم البته سویه سیاسی داشته باشه البته دانشجو پر داشته باشه حکومت قرارهاش تلویزیون گازیته های ژورنال خوانده دائما بخار شود خلق به همون نوگرهای دوایی ما با واسطه تلویزیون در محل ها در توی هم در مراسم ها خلق میرسونده گفتم شود هم پیشوای خلق با پیش بدارات که اعضای من خلق روانه شده کار همون آدم قپده این هم خلق اینها خلق دیپوتات با قول پرزیدنت ما تشبثکار شود تدبیرکار شود دیپوتات تشبثکار تدبیرکار هم به طرف فهمش دانشش نه آدمش نه هم آدم اون که اکن از تحت دل برای خلق خدمت کرده آدم خدمتگار خلق باشه خدمتگار خلق نشه کرده. رحمت کبیر هونجا من گفتید که تو با همین روز قریب 3 میلیارد سوم حساب فقط کارگاهشون با خلق ما کریت امتیاز داده شد عموما بغیر از گرمخانه و عموما چربوداری کدوم نمود کریت ها و عموما شما یاردن دادن میتونه به خلق ما حاضر ما بغیر از گرمخانه و چربوداری حاضر با دادم آدم ها اسباب اسکنه ها دادم اسباب اسکنه هایی که خشت خام براری انو شلگ برآوردن انو اسباب‌های دریدگری و پول کامپلکس حاضر زمان اسباب‌های دریدگری باز غیر از این آب جواز گرفته دادیم آب جواز گرفته دادیم آب الکتریکی از شال میده کنار با این حدود اسباب‌های هر خیلی اسباب کنه غیر از این برای آدم‌هایی که جاهای بی آونده زمین‌های لالمند باغ می‌کشودگی پاسره می‌سوخش به همونجا باغ می‌کنن برای خلق برای خودشون هوا کوچک زمان‌هاشون تکنیکا هم خدمت کرده باغشون باغ ساخته دادم من کومباک دادم شما دویم تیار البته هم تیار هم کریز میتیم نقشه های آینده چی خیلی برای نقشه آینده حاضر ما تا همین آخر سال حاضر میکنه کارم اساسی با یک برای خلق با 3 میلیارد سوم خدمت میکنه البته همون تشکیلات ما البته می‌بینید که تمام بینندگان تلویزیون همین گفتگوی شما خلاصه برآورده برای پیش بردن فعالیت صاحبکاری عموما حصه گذاشتن به تقدیر بشروی وطن و عموما فراوان کردن حیات خود حرکت میکنن و باز یک سوالی طبیعی پیدا شده در اینجا که جان عموما با فکر شما امروز نقشه های شما خودتون همچون رهبری کاتبی حزب به گذاشتگی در عمل اجرا شد یا نه و نقشه های خود رو با بینندگان میرسونید من تا امروز در ناحیه سخنما بسیار دگرگونه‌های کلی حاضر شده است. من میدونم که شما به واسطه در همین کارهای آبادی نوحه اشتراک میکنید رفتم میبینید خودتون به واسطه با همون همراه جریان کار کردید ما با این گواه شدیم. رحمت من یک چند ابیکت‌های نو من تکستیل در دیوایران من در سری کنده فابریکای هولنگی دوزندگی یک چند هولنگی خود سکنی محله ها یه دیوایران و سری کنده و دیگر قشلاق ها البته با کار تامین شدن این البته پیشرو حیاتی امروزه تا این وقت مدت در سوق ما یگان هولنگ زاوت استثمار برآورده نبود من اکنون پیدا شد این اکنون پیشرو حیاتی ریسپوبلیکا ما دولت ما من مبلغ‌های جدا کردن من در دو تا سه تا بخچه‌های نو از نو شد ساخته شده است
mana shifoxona markazi mo az nav olingi pur mukammal kapital remont karda shudasi است این albatta hamash sababi asosiy peshrav hayoti imroza از طریق دولت حکومت ما برای زیست زندگانی مردم سوخ دستور کسوجان ما البته به این رحمت میگوییم منادور بیان میکنیم دوباره نقشه هایتون کمتر فکر می‌کنید نقشه های اکن آینده ما امرجان من پارتی سیاسی اکن در سالو من انتخابات میشدگی من تا این وقت 4 تا پارتی بود من 5 تا شده من اکولوژی هم اکن یک پارتی ترکشنده حالنگه همراه موندگ پارتی ها مبارزه هایی سیاسی میبرند من حاضر ما تو امروز من 12 تا دیپوتات ما فعالیت برده باشد اگر من اکن آینده سالو با خدا خواهد تو قدر امکان حرکت کرده حالنگه صلاحیتش بودگی انسان یا دانشش بودگی مکمل سیاسی در بین مردم آبرو اعتبار بودگی انسان های تشابه‌کار را همین های حال دستگیری کرده پیشکش میکنیم نامزد شدن انتخابات من اگه واجب بدونید که بسیار نمایندگان عموما پارتی ها دیپوتات ها فقط در یکون تحلیل اشتراک کرده به خلق توفه یا گرامات میتونن خلاص لیکن فعالیت کورشون به نظر نمیرسه امید میکنیم که در همین سال انتخابات آینده یک شخصون انتخاب شوند که فقط برای توفتی نه بلکه خدمتگار خلق شدن به حوادثی هم حرکت کنند رحمت برای اشتراک در صحبت امروز بینندگان عزیز چون دیده شنیدید امروز از جانب حکومتمون نسبت به بالا رفتن موقع دیپوتات در جمعیت و البته نماینده حقیقی خلق بودن دیپوتات و شدن دیپوتات بسیار کار کرده می شود و البته این به سبب نیست زیرا که دیپوتات را خلق انتخاب میکنه باید که دیپوتات دائما نماینده خدمتگار خلق باشد و امید میکنیم که در انتخابات های در پیش بوده هر یک نماینده خلق با عموما دستوری خود اجرا میکند و فقط برای بهبودی خلقمان برای پیشرفت وطنمان کار و مهنت میکنند و با شما رحمت برای صحبت صمیمی و اشتراک در صحبت السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیون صبح. سالهای آخر در ازبکستان حقوق بنیاد دگرگونی‌های کلی در همه ساحه‌ها به عمل آمدند. از جمله کارهای آبادسازی، بنیادکاری و شهرسازی خیلی اوج گرفتند که این البته تمام مردم عالم را مات و محبود می‌سازد. خاصه شهروندان مملکت‌های همسایه را در تعجب می‌گذارد و وادار می‌سازد که آنها به ازبکستان تشریف آورده از دیگرگونی‌های این کشور آفتابی از اصلاحات‌های به عمل آمده ایستاده دیدن کنند و همین را گفتن لازم است که در ناحیه سوخت تنها روزهای آخر در 6 محله ناحیه باغچه‌های زمانوی مورد استفاده قرار گرفتند و امروز در محله ملبوت نیز باز یک باغچه نو و زمانوی مورد استفاده قرار گرفت و این باغچه مذکور دارای همه امکانیت ها می باشد و در مراسم گشاده شوی باغچه مذکور مهمانان از ریسپوبلیک برادری قرقیزستان نیز اشتراک نمودند و دگرگونی های این کشور آفتابی را دیده لال و حیران گشتند. موضوع را مخبرمان انور جان جورایف دوام می دهد. هر حدود ازبکستان عزیز خواه مرکزی وطنمان باشد یا یگان گوشه دوردست این سرزمین برای ما شهروندان این دولت صاحب استقلال وطن و حساب می رود. وطنی آباد و آزاد و آیندهش فراوان زیبا. هر یک شخصی که در این سرزمین ناتکرار زندگانی دارد باید به تقدیر وطن به فرق نباشد و دائما با مهر و محبت به اندازه نسبت این ارزش بزرگ کار و فعالیت برد، زیرا آن اعتبار و دقت و غمخواری که در ازبکستان برای تامین زیست سالم ظاهر می‌گردد در هر حدود یک خیل به نظر می‌رسد. گفتن ممکن است هر گوشه وطن برای ما عزیز و گرامی به حساب می‌رود. ناحیه سوخت که گوشه دوردست وطن به حساب رفته و در میان چهار دیوار سرحد ریسپوبلیک همسایه قرقیزستان جایگیر شده است نیز دائما مورد اعتبار و غمخواری خود پرزیدنت مملکت شوکت میرزاییویچ میرزیویف قرار دارد. اگر اینجا معمای راه و یا سرحد را صرف نظر کنیم کاملا و به ملال گفتن میتوانیم که حسن توجه و یا خود هوس همگان به ما اندک نیست. آنها که از چهارراههای ما میگذرند دائما با آبادی های وطنمان با چشم هوس مینگرند، میخواهند که چنین وطنی آباد و آزاد آنها را نیز نصیب کند.
ما امروز به همین جهتی مسئله بار دیگر امین گشتیم. بهترش به این مسئله از آغاز خود از سرش نظر کنیم و یا بینیم. مالبود محله است که از مرکز ناحیه 1 کیلومتر دورتر جایگیر شده و در اینجا نیز شهروندان رسوبلیک ازبکستان زندگانی دارند. از تاریخ می‌دانیم که مالبود اولین محل زیستی فرزندی آدم در مقیاس سوخ به حساب می‌رود. انا در همین سرزمینی کهن و جاویدی سوخ امروز عید بود و مالبودیان در آغوش تنتنه ها قرار داشتند. در مالبود هم بعد ساختمان مکتب نوزمانوی مؤسسه تعلیم تا مکتبی قامت افراخت و بخشیده به این سنه تاریخی در محله تدبیر متنتن برگزار گردید. امروز نفس گرم اصلاحات ها در دورسترین گوشه های وطن نیز به مشام میرسد و هر یک گوشه که به ازبکستان تعلق دارد و جزئی جنوب‌پذیر ازبکستان باشد امروز آباد میگردد و زیبایی به خود کسب میکند. و امروز برای اهل محله مالبود که از 4 طرف با جمهوری قرقیزستان احاطه گردیده است عید بالای عید است و توی بالای توی، زیرا در این محله امروز برای خلق این حدود کودکستان نوی زمانوی ساخته و به استفاده سپرده شده و با آنها تحفه کرده شد. چو دیده در مراسم تقدیمات خود حاکم ناحیه با دیگر متصدیان اشتراک کرده و سخنان پرمهر صمیمی نسبت غمخواری های امروزه سرور دولت پرزیدنتمان و عموما حکومت نسبت به اهالی سالمکاری ساده بارها تاکید کرده شدند و دنبال می‌دانیم که شما یک چند سال در این محله زندگانی میکنید. عموما در راه تربیت تعلیم و تحویل از نوروز بسیار کوشش به خرج دادید. من حاضر پیش صحبت گفتید که همین چیز ما آرزو میکردیم، گفتید من به آرزو امروز رسیدید. تاثیرات چه خلاصه؟ من ما این چیز رو آرزو میکردم، گرچند در چگره باشم هم با راهبری پرزیدنتمون غمخواری ها کرده، حتی یک عقل باور نمیکردگی بنا ساختند. البته در این بنا نورسان تربیت یافته آینده یک شخص بزرگ، یک شخص وطن پرور دانا می شود. مخصوصا بناکارهایی که شب روز مهنت کردند ما منت داریم از آنها و پرزیدنت ما رحمت. کیفیت بچه ها، کیفیت خلق خیلی نغز، خیلی خوب است. از این خرسنده نمیشد، چون که در قشلاق این بینای از همه با حشمت همین است. دوم مکتب خلاص در قشلاق مکتب و باغچه بچگانه نو ساخته شد که طلب زمان و جواب میدهد. امروز شادی و خرسندی اهل مالبود را حد و کنار نیست. در دوام یک چند ماه از جانب بیناکاران و ساختمانچیان کارگاه خصوصی نصریف ناصر در اینجا مؤسسه تا مکتبی زمانوی رقم 23 ساخته به استفاده سپارده شد. برای ساختمان این بنا از جانب دولت 1 میلیارد و 740 میلیون سوم مبلغ مصرف گردید. اکنون در این کاشانه نو زمانوی 55 نفر فرزندان اهل مالبود تربیت میگیرند. آنهایی که در این تدبیر سخن کردند عاید همین اعتبار و غمخواری ها حرف زدند و قید نمودند که جواباً به این همه اعتبار باید ما نیز در سمت آبادی وطن و تربیت اولاد برکمال پرثمر کار و فعالیت بریم. در رابطه تدبیر به ساختمانچیان و شخصان در بلند باغچه نمونه شده تحفه و اهداهای قیمتناک و افتخارنامه ها تقدیم گردیدند. چون در آغاز گفته امروز از آبادی‌های وطن نه تنها خودی ما بلکه همسایگان نیز دیده و هوس می‌کنند و در هر قدم این آبادی‌ها و زیبایی‌ها را تعریف و توصیف می‌سازند. محله مالبود که با آول بودجه رسوبلیک قرقیزستان یک جا قرار دارد، محل گذر اهل این آول به حساب می‌رود و همسایگان نیز از این تنتنه ایدانه خبر یافته یک گروه برای تبریکات آنها آمدند و تدبیر ایدانه با اشتراک آنها نیز بسیار زیبا گذشت. در هوای سروده‌های زیبا یک جای رقص کردن مهمانان و میزبانان نشان از دوستی و رفاقت دیرین خلق‌های ماست. من شول bugün qo'shnida shu mana bolalar bog'chasi ochilib ekan, mana shuga keldik. Mana bola bog'chami büt tanıştık, bardık. Şartları yaxshi ekan. Biz shu iki prezidentimizden ayıldardı önüktürü yılı shu elga büt yaxshilik bo'lsin deb o'shalarni qo'llaymiz. Daim elga intimoqchilikda qilamiz. Ikki el daima do'stlikda bo'lsin. Ta'sirotlar endi bu qanday bo'ladi-da, shunday bir obod yayni ko'rgandan keyin haqiqatda odamning ko'ngli ko'tariladi. Endi bu yerda tarbiya olgan bolalar avvalo mana shu dunyo qarashi boshqa bo'ladi. Sivilizatsiyaga yaqin bo'ladi. Bular gigiyena mana shu tartib adab bir yashash sharoitini ko'rgan bolaning dunyoda bir
iltinishi, bir yaxshi narsalarga havas qilishi o'sha tub davlatdan foyda oladigan bu tub davlat. Bu albatta yaxshi narsa. Mana hozir aytdingizki, men Qirg'izistonda yashayman, bu joy bilan Malbut chegaradosh havas qilyapman deb aytdingiz. Bolalarimizni beraman deyishyapsiz. Xudo xolasa shunday talabgorlar bo'lib o'tadi. Shunday yerda bolamizdan, nevaralarimizdan shu tarbiya olishini biz ham juda xohlaydik. Endi shuga endi hozir ruxsat berishib o'tadi. Kelaversin deb o'tadi. Xudo xolasa beramiz. Shu bilan do'stligimiz abadiy yaxshi bo'ladi. Qani, albatta yaxshi bo'ladi. Biz endi Malbut bilan ilgardan Qodirdan aka-ukaday bir to'y qilsa oshini bilajaymiz albatta. Shunday yaxshi Qodirdan kelib, bundan buyoqam Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. البته با چشم هوس نگریستن مهمانان با آبادی‌های ما اهل سوخ را خیلی روح بلند می‌گرداند. من می‌خواهم که فرزندی من هم در همین گونه مؤسسه تا مکتبی زمانوی تربیت گیرد و اگر رخصت شود به همین باغچه فرزندم را دهم. گفتن مهمانان بیشک در دل ما حس غرور و افتخار را باز هم دوچند افزود. Qirg'izistonlikmiz, lekin bitta mahallamiz deb turibmiz. Men shuncha joyda городской stilda qurilgan bog'chani ko'rib men valnovatsiya qildim. O'shaning uchun gapimni ham topolmay qolyapman. Endi men qarangda, viloyat hokimlaringizga, avvalambor prezident, viloyat hokim, tuman hokimlaringizga rahmat. Tuman hokimimiz hamma yoqda ovod qilyapti. Xudoga shukr, bunda biz birga turibmiz, aytyapman, sholini bahonasida kurmak suv ichibdi degan. Biz o'shalarni ko'rib xursandmiz. Bozorimiz ham, mozorimiz ham bir bo'lgani uchun biz xursandmiz. Men nevaralarimni Xudo xolasa birinchi men yozdiraman, men olib kelaman, mendan keyin hamma xotinlar nevaralarni olib kelmoqchi. Hammamiz charchayapmiz. Qirg'izistonlikdan olib kelamiz. Biz bitta mahallamiz. Bir marta emas, ikki marta minday. Hozir biz mana shu katta bir Malmutdagi eng tarixida birinchi bo'lgan tadbirga qatnashyapmiz. Taklif qilganlari uchun mingdan ming rahmat. Mana shu ikki xalqni o'rtasida do'stlik, hamkorlik, buna shunday prezident rahbarligida shunaqa nimalar quriladi deb hech qanday nima bo'lgan yo'q, tarixda bo'lgan yo'q. Rahmat shularga, avvalo prezidentga rahmat. Undan keyin hokimlar, rostlarga, rahbarlarga, hammalaringga shu ko'pdan ko'p rahmatga mana shu tadbirni o'tkazyapsizlar. O'ylaymizki, kelajakda mana shu Malmut xalqidan mana shu yaxshi kadrlar, yaxshi nimalar tarbiyalanib chiqadi. Xalq uchun, ikki xalqning o'rtasini do'stlik, hamkorlik uchun nima qiladi? Ota bobolarimiz ulatib kelgan do'stlikni, mazorimiz bir, dinimiz bir, hamma qoida saltimiz bir, hammasi o'sha o'ylaymizki, bundan buyog'i yaxshi bo'lib ketadi. Hukumat tadbirlar aytishda bizga nimadan bitta guruh ochib turib, bir bolalarimizni, nevaralarimizni beramiz degan nimalarimiz ham o'zi. Qirg'iz nima urus bola hech qanday millatchilik bo'lish kerak emas. O'ylaymizki, kelajakda hammasi yaxshi bo'ladi. ها انا همین طرح در حدودهای دوردستی وطن نیز هر روز عید، هر روز تنتنه و سرور و خرسندی. امید داریم که هوس و آرزوی همسایگان نسبت ما تا رفت می‌افزاید و معما و مشکلات راه و سرحدها نیز برهم خورده و ما مثل پیشینه در صلح و صلاح و رضایت و امنیت امور گذرانی میکنیم و بگذار که این همه آبادی‌ها و آزادی‌های ما پاینده و ابدی باشد و خلق سوخ عزیز هرگز از گذشت روزگار و افسوده نباشند و با باوری بلند با آینده بزرگ زندگانی کنند. زیرا چون میگویند ناامید نباید شدن از گردش ایام، هر شام که آید زی پس آن سحری هست و بگذار که این سحر سحری تابان و درخشان و فراوان و ناتکرار باشد برای هر یک ما. قبول سیار گذرانیدن چنین قبولها البته در برطرف نمودن معمای مردم قسمان باشند هم اهمیت مهم کسب میکند و طوری که آگاه هستید در ناحیه سوخ نیز قبول سیار تحت رهبری قبولخانه خلقی پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان منتظم شده میگذرند. قبول نوبتی در جمعی شهروندان محله آفتابرو برگزار گردید.
از روی نقشه ترتیب داده قبولخانه خلقی پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان سحری هر روز به نوبت در محله های ناحیه قبول سیاری رهبران سکتورها تحت رهبری حاکم ناحیه شده میگذرد. از روی نقشه سحری امروز قبول سیار در جمعی شهروندان محله آفتابرو شده گذشت. در قبول سیار اهالی عاید معماهای داخلی حرف زدند. اساسا مسئله های وابسته به قوه برق و گاز طبیعی، پخش معاشهای تلویزیونی و علاقه، خواجگی قشلاق، آب نوشاکی، تعمیر کوچه های داخلی، تعلیم و تربیت، گرفتن کردیت های امتیازناک پیشنهاد کرده شدند. مشکل های مردم از جانب رهبر ناحیه و مدیر قبولخانه خلقی شنیده شد و بعضی از آن در جایش برطرف گردیده باشد، بعضیش برای زودتر برطرف نمودن به اداره های دخلدار برآورده شد و می توان گفت که حل بعضی معماها فرصت طلب می کند و حل آن را البته وقت نشان می دهد، زیرا وقت حکم عالی است. مهم آن که مشکل مردم شنیده می شود و تا قدر امکان برطرف می گردد، اما معما بسیار است. سرور دولت در هر برآمدهایش می گوید که حل نمودن مشکلی مردم یکی از استوارترین وظیفه های سیاست امروزه به شمار می رود. از این خاطر به معمای خردکک هم باید رهبر به اعتبار نباشد. رهبر این خدمتگار خلق است و هر لحظه و هر ساعت با خلق باشد، از معماهای آنها پرسان شود و برای برطرف نمودن معما و راضی نمودن خلق با جد و جهد تلاش کند. در همین مورد می توان او را رهبر عادل و وطن دوست و خلق پرور نامید. خوشبختانه طفیل سیاست عادلانه و عاقلانه پرزیدنت شوکت میرزیویف امروزها رهبران به قول پستر فرآمده نزد خلق می روند و به درد و معمای آنها آشنا می گردند، زیرا غایه اساسی سیاست کنونی چنین است: خلق برای اداره های دولتی نه، اداره های دولتی برای خلق خدمت می کنند. در قبول سیار یک چند مسئله ها دیده شد و امید داریم که رهبران به این معماها از پس پنجه نگاه نکرده برای برطرف نمودن آن کوشش زیاد به خرج می دهند. پگاه ساعت 7 سحری قبول سیار در جمعی شهروندان محله هوشیار شده می گذرد. چون بینندگان عزیز تلویزیونی ما با خبر هستند، امروز در اکثریت حدودهای ناحیه‌مان کارهای آبادی و بنیادکاری دامن فراخ کردند که تمام این کارها طریق حشر به اجرا می‌رسند و در این سمت ما اشتراکی به واسطه مهمانان ناحیه حشرچیانی از شهر و ناحیه‌های ولایتمان آمده را می‌بینیم. البته تمام این کارها به واسطه تحت تشبث و پیشنهادی حاکم ولایت فرغانه شهرت مدمین وجغنیف صورت می‌گیرد. از محله‌های حدودی چشم سر کرده تا مرکز ناحیه امروز این کارها با وسعت بلند دوام دارند. صورت کارها را کمکی به واسطه تکنیک‌های زمانوی می‌تواند. در برنامه گذشته ما عاید اشتباه نکردن بعضی از همدران را در کار این حشر و تماشاچی شدن آنها فکرهای تنقیدی بیان کرده بودیم، ولی چون دیروز نوار برداری کردیم از رفت این حشر حالت چون روزهای اول یک رنگ بود. اگر از اشتراک یک دو نفر مستفیدان صرف نظر کنیم، یگان کس از ساکنان محله ها در کار ثواب اشتراک نکردند. بعضی جوانان باشند با وقار به طور خودشان خاص از کوچه گذر میکردند. به نظرم ماندهاگویی هم با آنها بیگانه گشته است. خب میشد همه ما ساکنان سوخمرز در کار آبادی به حشرچیانی از ولایت آمده کمک عملی خود را میرساندیم. من همو وعده آمده همو خیلی حرکت کسوس خدمت کسوس اگر همه ما هم یک دونه یک تیشته برموده همون وقت برای ما کرد که همه التماس هم یک کتم برموده همه مو یوردام کرده همه گزه جابجا کنم الکتره با جابجا کنم ریسپوبلیکم و وطنم و خدمت کردم در کار می البته همین کاری کردم در کار التماس هم یک کتم برایتون همه یک دونه یک شده همه حاضر همین گزه کوفته جابجا کنم الکتره جابجا کنم اوت محله ما هم التماس اشما هم میگفتی که من همین اتفاق غمخوری ولایت حاکمش چمن حاکمش برای آباد کردن قشلاق ما، برای کوچه ها وسیع کردن، برای تکنیک بی‌خطر تامین کردن بسیار خوش کار شدن. البته ما با شکر میکنیم چون که به اتفاق زمان ما تینجش سیر پرما افزایش اهالی ما زیاد شد، شماره تکنیک ما بسیار شد، لیکن کوچه ها ما تنگ بود. برای همین تکنیک بی‌خطر تامین کردن من ولایت حاکمش چمن حاکم غمخوری کردن و 8 چمن های ولایت ما و حشرچی کرده آمده ما یاردم کردیم. من کوچه خیلی فراخ شد و اهالی ما زیاد بی‌خطر تامین شد. من البته قوری گازه گرفتن، سمنی تلداگی رو کشیدن. البته ما من نداریم. همین نسبت همین اعتبار ما چه جواب دادم در کردم. البته ما من نداریم بیان کرده. ما همه گفتم دکار کی. اگر ما همه اینها مثلا 8 تا بیانو من در خانه شون مگر این لغت دیگری میشد. البته ما همکاری کردیم در برآمده خزی امکان. یک واسه قوم همی، یک واسه قطعه ما همی دوده قطعه ما همکاری کردیم در کار.
خدا خواهد افسوس که بعضی یارشون هم پایین رفته موندگی دیگه ما کهنه سال برآمده مونده ها و گویم همین قوت نشده ها البته ما بسیار رحمت چون اینها 8 تا ریان ولایت آمده همینجا خدا نکرده مونده با خود شنو مگری این خدا شکر میشه با شکر میگیم با برای همین های هم ندارم ولایت حکم خودموش که من حکم خدا داد من خدمتچی ها دن برای ترتیب آسان ماشین ها خدمت کار سودیان اشوبه کاری داخلی من ندارم که برای خشوع کردن آغاز کردن قشلاق ما سکوش کار سودیان البته همه سکوش کردن نمیشه این ما این روزی همه مرسوم نمیبینم ما خدا ما رسما همه مشکل کردم در کار ما عمل جواب نمیدم کارم کاری البته این هیچ گام نیم از آن هم برای کوچ شکر تیان میشد چون نکشنده یادم کنم میشد دختر هم برای کوچه روانم میشد این همه این جماعت چگین یک بس ولی هم بس مونگینه و حقوق نوعی بس مونگینه این همه همه همکاری کردم در کار در حقیقت ما نباید با این کارها امروز به فرق باشیم بلکه اشتراکدار اساسی این افغانی ها باشیم زیرا هر کار نکویی که در ناحیه عملی میگردد برای ما ساکنان سوخی زیبا منظر کرده می شود و به منفعت ما نگرانیده شده است آخر آبادی ناحیه پیش هم برای ما سوخیان لازم است من تاشلاق tumanidan gaz xodimi Hasanov Zohidjon bo'laman. Biz kelganimizga shanba kuni kelganmiz. Xudo xolasa mana shu So'x tumanini obodonlashtirish bo'yicha harakat qilib yotibmiz shu yerda. Bu Farg'onami, So'xmi, Toshloqmi, Rishtami hamma joyimiz bitta O'zbekiston vatanimiz. O'shaning uchun obod nima qilishga harakat qilamiz. Obod bo'lsa o'zimizga yaxshi, chiroyli, obod mahalla, hayot farovon bo'ladi, xudo xolasa. Sharoit yaxshi, yeb ichishdan hamma yotoq joy sharoitlarimiz yaxshi, xudo xolasa. Mahalla qaralashishi, endi chiqib qaralashib hamma birdamlikda harakat qilyapmiz, xudo xolasa yaxshi hamma narsa. در مرکز ناحیه نیز امروز کار جوش میزند در کار آبادسازی همه اشتراک میکنند به خصوص اقدام شایسته کارمندان اداره راهسازی شایسته دستگیری و قید است با سپارش به واسطه حاکم ولایت فرغانه امروز بازار مرکزی ناحیه مورد تعمیر و ریکنستروکسیون قرار دارد حشرچیانی از ولایت آمده در اینجا به کارهای رنگ و بار مشغولند تکنیک های مخصوصی ساختمان و بیناکاری صحنه حولی بازار را تازه و آزاده می کنند. کارمندان و کارگران اداره راهسازی باشند به منفرش کردن صحنه حولی بازار امروز بند هستند. من بازار ما سر کردم همان بازار اکن یک خش رو کرده من مورتوش کوچنده من از مورتوش ریمونسوس از قطار همان بازار ما پیشش من خش رو کرده اسفار کرده سودیم من موندگیش خدا خلاصه در نوش پال مرتب بتون شد تازه شدم بس همه جوشه اسفال میکنم خدا خلاصه همه حاضر کار سودگی ما 1000 متر کوادراتی حاضرش بازم حیات باید 1000 متر دیگه با حیات میکرگه خدا خلاصه حاضر انین مرتب کوچنسوس ایروشه کنه مگری ایلاشه تمام ماشین ها وایران که میپرتود ابری اوای حاضر من 1000 شکر سودیم جای تیار شکر سیم ایلاشه محکم میکنم گفتن ترانسپورتر انمیتیم گفتن ابری اوای من طرف شکر پیشش شروع کنم سون اخواشم خدا خواهد میکرد از رفت این کارهای آبادی و آبادسازی صاحبکارانی که در داخل بازار مرکزی به سودا و فعالیت صاحبکاری مشغولند خیلی خرسندند در این قبیل کارها کمک رسانیدن و اشتراک کردن را وظیفه اساسی خود می‌دانند. من بازارم کلانش نخصوص من کلان رو اومده یاردم کسی هم حکم ولایت من نفقه سوخم من بتون ازبکستان اومده از آبادگر برافسوس با اینها همشون برحمت وطن آباد شود حیاتمون فراوان میشد من تدبیرکارم مویم و دستم اومگی همه آبادگرها یاردم هم کسیم با قدم برکت بکنن آبادها نشده بیاد من حاضر پیشروی کار نقص ولایت حکم با ریان حکم با من از نمختم شخصا من ندارم اصرار میکنم که من حاضر آبادانه به نهایت کشای میشه نقص ریان سوخ با این با فیض با خاصیت ریان ما من ولایت ها نمونه میشد بزرگ ما شمان آباده و حسش خوش کند من فخر میکنم که من
نمونوی ولایت کدی یخل میشد. من از چند تا تشکیلات راهپاروش اومده است. من از حکومت ادگاه ها انا گور دل من اینهای ده من فخر کردم که نک رحمت همشون با. در حقیقت امروز سوخ به میدان بزرگ بنیادکاری و ساختمان و آبادسازی تبدیل یافته است. ما باید بدانیم و هرگز فراموش نسازیم که آباد کردن ناحیه وظیفه اساسی ترین هر یکی ما ساکنان این مرز بوستانی و باستانی به حساب می رود و ما دائما باید که در این کارهای خیرانه اشتراک کنیم و با این اشتراک خود دخلداری خود را به تقدیر وطن و آینده آن در عمل اثبات سازیم. این بود بخش اخبار تلویزیون سوخ که شما توسط آن فقط با خبرهای آخرین روز شناس گشتید و در همین جا با بخش اخبار حسن انجام میبخشیم. خیر، سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی سوخ بمانید.